نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بعد از ماه مبارک رمضان بهترین روزه در ماهای حرام هست و از این جمله که در ماهای حرام در 10 محرم عاشورا هست و بهترین روز بعد از رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان. حدیث مسلم روایت میکنه. عبدالله ابن عباس میفرمایه که ما هیچ وقت ندیدیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از ماه مبارک رمضان هر روزی که بیشتر و بیشترتر جستجو میکردن کدام روز بود؟ روز عاشورا. یعنی رسول الله فکر میکردن بعد از رمضان میگفتن که روزه عاشورا، یوم عاشورا، ماه محرم که داخل میشد میگفتن امروز چند ماه هست، تا بالاخره روز عاشورا میرسید و رسول الله صلی الله علیه وسلم او روزه میگرفتن. از نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال میشه درباره روزه عاشورا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرمایند فقال یکفر السنه الماضیه، رواه مسلم. سبحان الله. رسول الله میفرمایند کسی روز عاشورا روزه بگیره گناهان 1 سال گذشته اش را الله سبحانه و تعالی میبخشه. 1 روز روزه گرفتن بخشش گناهان 1 سال. اگر شخص گناه نداشت الله سبحانه و تعالی درجات او را و مقام او را بلند میبره. در این شکی نیست که هر لحظه چشم انسان به گناه هست، هر لحظه زبان انسان به غیبت میره و بالاخره گناه، بالاخره معصیت صورت میگیره و مهم اینه که این گناه حق الناس نباشه. مثلا غیبت از زبانم بیرون شد که گفتم کسی غیبتی میکنه، غیبت جز گناهان حق الناسی هست. غیبت هر انسانی که میشه باید از طرف بره بالاخره حلالیت بطلبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرمایند روزه عاشورا روزیه که تمام انبیاء علیهم السلام این روز را چکار میکردن؟ انبیاء علیهم السلام روزه میگرفتن. پس بناهن ارتباط به فضل و فضائل عاشورا اگر بگوییم هرچی بگیم هنوزم کم گفته ایم. خب روزه گرفتن روز عاشورا گفتیم سنت مستحب. کسی که روزه میگیره چنین فواید و فضائل رو به دست میاره. اولا روزه گرفتن در راه الله سبحانه و تعالی، این که واضحه و مشخصه. حدیث رسول صلی الله علیه وسلم کسی که 1 روز به خاطر الله روزه بگیره، روزهای عادی 1 روز به خاطر الله روزه بگیره 70 سال از جهنم دور میشه. 70 سال. خب این روز باز اگر در ماهای محرم، در ماهای اشهر الحرم در اینها قرار بگیره فضائلی بیشتر و بیشترتر میشه. بعداً روزه در ماه مبارک محرم او هم در روز 10 چکار میشه؟ کفاره گناهان 1 سال گذشته میشه. سوم مخالفت با یهود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرمایند شما وقتی روز عاشورا روزه میگیرید 9 را هم با او جمع کنید. اگر 9 را نمیتوانید 11 را جمع کنید. یعنی طریق مسنونه اینه که روز تاسع و روز عاشر، تاسوعا و عاشورا روزه بگیرید. اگر تاسع نشد شما عاشر و بالاخره 11 که 11 باشه او روزه داشته باشه. این طریق سنت و مسنونه است. بالفرض اگر کسی 9 و بالاخره 11 نتوانست فقط روز عاشورا گیرید، بله صاحب اجر میشه، صاحب پاداش میشه، ولی مخالفت با یهود صورت نگرفته. پس در عاشورا 2 روز روزه گرفتن سنت مستحبه که انسان مؤمن و مسلمان باید 2 روز روزه بگیره، یا روز 10 و 11 یا روز 9 و 10 تا مخالفت با یهود بشه. 4 متابعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم عاشورا روزه گرفتن. تو مسلمانم که روزه میگیری متابعت از رسول الله. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر بهترین اسوه هست، بهترین الگو هست که ما سنت رسول صلی الله علیه و سلم زنده کنیم.